سلام سلام کمیسک الختام. به نام آنی که جان آفرید. آیا می دانید چی چیز از این دنیا بهتر است؟ اگر این را بخواهید پس حدیث زیرین را گوش کنید. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند 2 رکعت نماز بامداد بهتر است از دنیا و آنچه در آن است. روایت مسلم. ببینید 2 رکعت نماز بامداد بهتر است از این دنیایی که ما در آن زندگی میکنیم و آن چی که در آن است. 2 رکعت نماز بامداد بهتر است از این دنیا و آن چی بایگری و جواهراتی که در این دنیا است. پس ببینید پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم چی قدردانی کردند نماز را، چی منزلت نماز را بیان کردند که قدرش به نهایت عظیم است. پس به قدر 2 رکعت نماز برسیم و نمازها را در وقتش انجام بدهیم. و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیش گرفتند.